درس گذشته است. او روز ما شما تیبل جور کنم خوندیم که در تیبل چه قسم تیبل جور کنیم که تگشان تیبل بود، تیبل شروع شد و تیبل همون بود. باز از او وقت که رو جور میکردیم تی آر نوشته میکردیم تیبل رو، و باز در داخلش که کالم جور میکردیم تی تی و تکست هم روش نوشته میکردیم. مثلا این تیبل هستن فعلا چند رو داره؟ 3 رو داره و 3 کالم داره. سه که یک رو اینی شد از اینجا تا اینجا، دیگر رو از اینجا تا اینجا شد و روی سوم اینجا تا اینجا شد. کالم هایشان اینه، کالم هایش اینه. این کالم اول بود نیم کلاس تایم، نیم کلاس تایم و در روی اول که کالم ها هستن. این در روی دوم کالم هست احمد سی آی تی، اینی احمد سی آی تی از 5 تا 6 و این در روی سوم کالم هایشان. امروز ما شما چی رو میخوانیم؟ امروز ما شما میخوانیم که اگر ما میخوایم که کالم و روز مرج کنیم، مثلا ما شما در تیبل در ورد و اکسل دا مرجینگ داشتیم که این دو تا رو یک جای سلکت کنم مرج کنیم یک جای شوم، یا مثلا یا را انتخاب میکنم مرجش میکنم که یک شود. در ورد خب ساده میشد نه، مثلا که ما در ورد برم در اینجا ما شما در این سرت که تیبل داشتیم، مثلا این یک تیبل هستن. اگر در این دو تا رو مرج میکردیم انتخاب میکردیم در لیاوت ما شما مرج داشتیم سپلیت نمیشه، کلیک میکنم یک جای میشه، یا مثلا یا رو انتخاب میکنم مرج کلیک میکنم یک جای میشه. این قسم مرجینگ ما شما چه قسم باید HTML بکنیم؟ سه مرجینگ دو قسم شد، یکی رو شد یکی کالم شد. یکی این قسم مرج هستن که دو تا رو یک جای میکنی، یکی این قسم مرج هستن که دو تا کالم مرج میکنی. اینجا چه قسم میشه؟ اینجا تو نیست که مثلا سلکت کنی و بگویی که مرج، اینجا باید در کدش اینجا باش بگویی. مثلا من اینی کالم نیم مرج میکنم، کتی که مرج میکنم اینجا قسم نمیشه که مرج شود، کتی این خانم مرج شود، اینجا به اندازه 2 سل میشه. مثلا اگر ما میخوایم که اینی نیم اینی اردوش این قسم یک شود، یک کدام میشه خوی به اندازه 2 تا شود. کدام یکش است؟ نیم کدام کالم است؟ اینی کالم است. باز اینجا کتش نوشته میکنیم. چند قسم شد؟ 2 قسم، یکی رو بود یکی کالم بود. مثلا اگر میخوای که کالم وایس نوشته کنی باز کال سپین نوشته میکنی که به حساب کالم شود. مساوی چند تا به اندازه چند کالم شود، میگم به اندازه 2 کالم شود. سیوش کن ریفرشش کن. نیم به اندازه چند کالم شد؟ 2 کالم شد. مثلا این رو جای نکرد که کلاس کتش یک جای کنه، این خودش به اندازه 2 کالم شد. ببینید نیمو CIT زیرشان آمده. اگر ما بگوییم که مثلا تایم به حساب رو شود، به حساب چند رو شود؟ مثلا 2 رو یا 3 رو شود. تایم در کدام کالم هستن؟ تایم اینجا هستن، باز اینجا برش نوشته میکنیم. او کالز بود، این روز مثلا میگم به اندازه 3 تا شد، 3 رو نوشته سیو ریفرش. اندازه چند تا شد؟ 3 تا شد. یکی رو و یکی روی خودش بود، یکی رو شد یکی رو. در اینجا که هست این قسم مرجینگ میشه که وقتی که میخوای کالم زو یک سل به اندازه 2 3 تا بسازی باز کال سپین نوشته میکنی، اینجا تعدادشان نوشته میکنی. این تعداد مو وقت کار میده که باشه مثلا ما شما اینجا چند کالم داریم؟ 3 کالم داریم. اگر من اینجا نوشته کنم که به اندازه چند کالم شود؟ 10 کالم وجود نداره نه، وقتی که ریفرش میکنیم سک نمیشه، به اندازه اون 3 4 کالم میشه دیگه نمیشه. اگر باشه اینجا کالمو باشه باز نشان میده، اگر نه سه نشان میده دیگه. خوبی است که هر چند کالمی که اینجا داشته باشی به حساب اون ما جور کنیم و سعی روزشان آمده هستن. خب بعد از اون اگر ما میخوایم که عکس بیاریم، مثلا ما اینجا یک کالم دیگه اضافه میکنیم، دوجا باز عکس میاریم. کالمش در کدام رو اضافه میکنیم؟ در اینیش اینجا نوشته میکنیم که یک TD اضافه شود به نام student picture. TD هم خط. سیوش میکنم ریفرش میکنم، اینجا یک کالم اضافه شد. زیرش عکس احمد اندازه من اینجا احمد در اینی رو است نه، در روی چهارمش در کالم چهارمش اینجا عکس اضافه. ما شما تگ عکس خوانده بودیم که این سورس نوشته میشه، اینجا همون چیز است، فقط در جای تکست مثلا بیشتر احمد بود، حالا اون کد عکس نوشته میکنیم. مساوی عکس ما شما اینجا فولدر داریم به نام ایمیجز، در ایمیجز تقریبا 1 2 تا داریم، باشه که اینی را بیاریم میشه کافی میکنیم. اینجا باش میگم که در فولدر ایمیجز اینی x dot
جی پی جی تی دی سیوش میکنیم رفرش کنیم تگریش عکس به خاطر که خورد شما باز چی رو کتش نوشته میکنیم ویت ان هایت تنو ویت پیل نوشته میکنیم که میگم چند پیکسل شما اینجا تا که خورد شما فهمیدین تا اینجا